من علیم و یه ماشین باز. چند روز پیش تو اینستاگرام میچرخیدم و یه 207 تصادفی دیدم. دیگه رفتم سراغش و خریدمش. یه هفته در روزی دنبال صافکار نقاش خوب بودم تا بالاخره یه حرفه‌ایشو پیدا کردم. اینجا ساعت 5 ظهر رو رفتم ماشین رو تحویل بگیرم. رسیدم به ماشین، دیدم وای خیلی بدتر از اون چیزیه که تو عکس دیده بودم. خیلی جاهاش که فکرشو نمی‌کردم خراب شده بود. دیگه زنگ زدم و یه جرثقیل هماهنگ کردم و اومد ماشین رو بار زدیم. رفتیم به سمت تعمیرگاه. تو راه داشتم کلی فکر میکردم که چقدر به لیست لوازمایی که نوشته بودم لوازم اضافه شد و هزینه ها رفت بالا. دیگه تازه دیدم چرخ عقبش هم داره کج کج میره و اکسل عقبش هم فکر کنم کج شده. دیگه رسیدیم تعمیرگاه. بخاطر اینکه رینگش ترکیده بود و لاستیک هم ترکیده بود، پولوس هم در اومده بود، نمیشد ماشین رو بدیم. با یه بدبختی با یه ابزار پولش دادیم عقب. دیگه بچه‌ها انجام دادن و ماشین رفت عقب. این واسه روز اول بود. برای اینکه بقیه فیلم‌ها رو ببینی حتما پیج منو فالو کن و ادامه‌شو ببین.